قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. ذكر الأسباط ومن يعقوب والأمم الأولى والأقوام، تلك الأقدار لها مكتوب والعبرة ترسمها الأحكام. تلك مواعظها بالتفسير حتى أشرق فجر الإسلام، والوعد من الرحمن يصير مهما دارت فينا الأعوام. قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. به نام الله بخشاینده مهربان، ستایش الله راست و درود و سلام بر رسولش باد و بر خاندان یارانش. اما بعد، بنی اسرائیل آنها کیستند؟ چه قصه دارند؟ چرا در قرآن بسیار ذکر شدند؟ بلکه آنها بیشترین امتی هستند که الله عزوجل در مورد حال و اوصاف و شأنشان در تمام قرآن تفصیل داده است. و این تفصیل برای چیست؟ معنای اسرائیل چیست؟ و او کیست؟ آیا کسانی که امروز به این کشورهای اشغال شده یا این سرزمین های غصب شده نسبت داده می شوند حقیقتا از بنی اسرائیل هستند؟ اسرائیل اصلا کلمه عبری است و معنایش بنده الله است. اسرائیل یعنی بنده الله و آن نام پیامبری از پیامبران الله و از برگزیدگان الله تعالی است. او یعقوب علیه السلام است. الله تعالی در قرآن می فرماید: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. چه کسی بر خود حرام کرده است؟ اسرائیل. و مقصد از اسرائیل کیست؟ پیامبر الله یعقوب علیه السلام. یعقوب پسر اسحاق، پسر ابراهیم است. بزرگوار، پسر بزرگوار، پسر بزرگوار. یعقوب علیه السلام اسرائیل است و 12 پسر او بنی اسرائیل هستند. آنها اسباط، 12 قبیله، 12 سبط که الله بر هر قبیله سالار نقیب از آنها برگماشت. از آنها بنی اسرائیل منتشر شدند و چنان که میگویند بقیه از کسانی که به این خاندان و این نسل نسبت داده می شوند تا امروز موجودند، وگرنه اکثر کسانی که امروز به بنی اسرائیل نسبت داده می شوند از این نسل نیستند. چرا در قرآن ذکر آنها و اوصافشان تفصیل داده است؟ زیرا آنها امتی اند از امم که در میان آنها صالحان و کسانی که پایین‌تر از آنند وجود دارند. الله بعضیشان را وصف نموده فرموده است: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. پس از آنها پیغمبرانی هستند که عددشان بسیار است. از آنها بندگان نیک، اولیا، صالحان و پرهیزگاران هستند. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. و از آنها اهل فسق و فجور هستند که الله بر آنها غضب کرده است. و از آنها کسانی هستند که الله آنها را مسخ کرده است. و از آنها کسانی هستند که الله آنها را لعنت کرده است. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. پس آنها امتی اند از امم ولی در آنها کفر، فسق و ظلم غالب است. این خصال در بنی اسرائیل غالب است. از آنها هدایت یافتگان هستند و بسیاری از آنها فاسقانند. و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند برایشان بهتر بود. از آنها مؤمنان هستند. ببینید الله می گوید منهم، از میان آنها، و اکثرشان فاسقانند. همین بود حال بنی اسرائیل. بسیاری از آنها
انبیا را کشتند. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم. بسیاری از پیامبران را راندند، بلکه بسیاری از انبیا را کشتند، تا جایی که گفته می شود در فلسطین صخره است که بر آن 70 پیامبر را کشتند. از چنین گناه به الله پناه میبرم. قاتلان انبیا کیستند؟ آنها یهودیانند که یک بخش بزرگی از بنی اسرائیل هستند. ما در طول حلقه ها با یاری الله خواهیم فهمید که تفاوت میان یهودیان و بنی اسرائیل چیست. نه هر یهودی از بنی اسرائیل است و نه هر کسی که از بنی اسرائیل است یهودی می باشد. آنها فرق می کنند و یکجا می شوند، ولی یهودیان دشمنترین مردم نسبت به کسانی هستند که ایمان آوردند. در آنها حسد است که بر اهل ایمان حسد میبرند، فقط به خاطر آنکه الله برخی را روزی داد و از میانشان پیامبر قرار داد، پس به آنها حسد بردند. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما خواهیم فهمید که حتی بعد از عیسی علیه السلام تا محمد علیه السلام در فاصله قطع نبوت که تقریبا 600 سال بود، در این قرنها آنهایی که به بنی اسرائیل منسوب بودند منتظر بعثت پیامبری بودند که در تورات با آمدن او بشارت داده شده بود. ولی وقتی این پیامبر از عرب آمد، بر وی حسد بردند، به وی کافر شدند و ضد وی جنگیدند، با وجود این که او را مانند فرزندان خود میشناختند که او پیامبر الله است. بنی اسرائیل مال حرام را میخوردند. الله آنها را وصف کرده فرموده است و ریبا گرفتند در حالی که از آن نهی شده بودند و اموال مردم را به ناحق خوردند. طبیعت بنی اسرائیل اندوختن و خوردن مال حرام است. آنها در این کار استادند. چگونه ریبا میخورند؟ از همین رو اگر ببینی، آنها بر اکثر خزائن ریبوی در زمین تسلط دارند. آنها بیشترین مردمند که مردم را با مالها استثمار میکنند و مالهای مسکینان و فقرا را به حرام میگیرند. آنها بیشترین کسانی هستند که فتنه ها و فساد را در زمین پهن میکنند. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هر نوع فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد اجتماعی، فساد اخلاقی، اگر تحقیق کنی میابی که یهودیان که بخش بزرگی از آنها از بنی اسرائیل هستند در پشت این فساد قرار دارند که در زمین گسترش یافته است. آنها بیشترین کسانی هستند که فساد و فتنه ها را در زمین پهن میکنند. الله بنی اسرائیل را در قرآن چنین وصف کرده است که آنها سخنان را از مضمون و موضع های اصلیش تحریف میکنند. هر کتابی که از جانب پروردگار زمین و آسمان بر آنها نازل میشد، آن را تحریف و تبدیل میکردند. تورات نازل شد، آن را تحریف کردند. زبور نازل شد، آن را تحریف کردند. هر کتابی آسمانی که از نزد الله عزوجل نازل میشد، آن را تبدیل و تحریف میکردند و بعد از آن ادعا میکردند که آن کلام الله است. بلکه آنها کتابهای را در نهان نوشتند. از تلمود و غیر آن، کاهنان، جادوگران، فالبینان، جنایتکاران و سیاستمداران فاسد آنها کتابهای نوشتند و آنها را تلمود و غیر نامیدند. آنها را حتی از مردم پنهان کردند و به الله عزوجل نسبت دادند. کلام را از موضعهایش تحریف میکنند. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. کلام الله را میشنیدند. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
قصه های آنها در قرآن پراکنده است. اخبار آنها بسیار است. الله بخشی از آنها را در مکه قصه کرد تا اهل ایمان را ثابت قدم گرداند تا مانند آنها در کفر و طغیان نروند. سپس در مدینه ذکر آنها را به تفصیل آورد، زیرا مؤمنان در آنجا با یهودیان همزیستی می‌کردند. پس از حکمت بود که اخبار پیشینیان آنها را بدانند تا بدانند که با آنها چگونه معامله کنند. بیشترین کسانی که عهدها را میشکنند بنی اسرائیل هستند. هیچ عهدی نیست که بر آن پایدار مانده باشند. تاریخ به این شهادت می‌دهد نه تنها با مسلمانان و اهل ایمان بلکه با همه قوم‌های زمین عهد شکنی کردند. هرگاه با قوم عهدی بستند به دنبال فرصت می‌گردند. آنها نخستین کسانی هستند که تخلف می‌کنند، بلکه در نیت خود هنگام توقیع عهدها این است که آنها را بشکنند. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم. کدام صفت‌ها در آنهاست؟ الله می‌فرماید این طبیعت در آنهاست. هرگاه عهد می‌بندند گروهی از آنها آن عهد را برمی‌افکنند و می‌شکنند. صفات بسیاری در قرآن دارند که ما بر آنها و بر تاریخشان خواهیم گذشت. از یعقوب علیه السلام آغاز می‌کنیم که اسرائیل است و الله او را در قرآن نامیده است تا حال امروزه‌شان در تاریخ معاصر ما برسیم. بنی اسرائیل، اخبار آنها، وصفهای آنها، حکمت‌هایی که الله در قرآن ذکر کرده است، قصه های آنها، انبیا و رسول آنها، امتها با انبیا و رسول را خواهیم آورد. احوالی که در آن زیستند، چگونه وقت الله را اطاعت کردند آنها را مکافات داد و چگونه وقت نافرمانی او شدند آنها را به عقوبت کشید. همه این موردها با یاری الله عزوجل در حلقه های آینده از برنامه شما بنی اسرائیل خواهد آمد.